حمله نظامی نمیترسی؟ بچه شدی؟ واسه چی بترسی؟ اونا باید از ما بترسن؟ اومدی رو هوا زدی و رفتی فکر کردی تموم شده، حالا وایستا جواب کومنده رو میبینی. میگه من سنگر شکن دارم، B2 دارم، داستان چیه؟ سنگر شکن F35 تونه که دیدید چجوری زدیم؟ سنگر شکن اون ویدیوتون هم بلدیم چجوری بزنیم. وایستا جنگ داره شروع میشه، تازه جنگ شروع شده. نمیترسی تهرانی با وجود این حملات تهران رو ترک نکردی؟ من به خدا بستنی و تخمه و تنقلات گرفته بودم پشت اون، داشتم نگاه میکردم پدافندامون چجوری دارن عمل میکنن. از چی بترسیم؟ کجا بریم؟ ما ریشه تو این خاک داریم. به عنوان یه ایرانی پیامت برای بقیه هموطنامون چیه؟ پیام که دیگه واضحه دیگه، این یه تجاوز به وطن خودمون. این بچه مشی‌ها، بچه‌هایی که هیئتی ان، بچه‌های همه بچه محلا همه بلند شدن بیان دیگه. این تجاوز به خاکمونه، تجاوز به کشورمونه. این دیگه به این ربطی نداره که تو چه دیدگاهی داری، اون یکی چه جوری فکر میکنه. این دیگه تجاوزه و جواب تجاوز ایرانی‌ها تو تاریخ نشون دادن که چه جوری دادن. پیامی داری برای رهبر انقلاب؟ پیام که رهبر خودش میدونه پشتش به این ملت گرمه و ما هم پشت اون به رهبر گرمه و هر موقع اراده کنه دستور بده ما سینه خیس تا اسرائیل میریم.